سلام دوستانی عزیز. دوستان، برای پیشرفت کاری ما обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. دوستان، برای پیشرفت کاری ما обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. тоҷикистон ба пеш, ҳамеша ба пеш. ватани ҷон ба пеш, ҳамеша ба пеш. мулки ҷонон ба пеш, ҳамеша ба пеш. چی شده مادر؟ بخیز الیف، چی شده؟ نتیجه امتحانات آمده. چه برو؟ اون کجاست؟ مادر کجاست؟ آرام باش اینجا پیشی. من برات آی میارمش. بسیار هیجانی شدیم. نمیتونم آرام تا وقتی باشم. که ما میاییم دعا کن جانم. نه خیر، ما بازش کردن. نمیتونم تو بازش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الیف چی شده؟ تو در طب کامیاب شدی. باورم نمیشه در طب کامیاب شدی. من دکتر میشم. خدای من دکتر میشم. خدایا زحمات رو به نتیجه نساز. مادر، پدرم منتظر است. پدرم میگه بسیار گشنه شدی. امیالا غذا آمدم. تو دختر نامزادا را به پنتون روان میکنی. اگه پدرم خبر شوم کمریتان چی خواد کرد؟ چپ باش که پدرت خود شدی. کجاستی؟ بگی و برو.
شما دو نفر چی میکنین ها؟ 2 ساعت میشه که اینجا آمده نما چیزی آماده کردن نرسید. تو بشی ما آماده میکنم برو. بیا از 2 ساعت میشه که شیشتیم. نامتون هم زن موندین حیف است قدر زحمت یک مباش. درست است آماده میکنم دیگه. مرا دیوانه ساختین. مادر الیف خواهرم باز چلی خدا فراموش کردم. هر روز یه جای پیداش میکنم. نمیفهمم چرا برش ارزش نداره. الیف کجاست؟ پیش نور جان رفت. با او را خانه اونا روان کردم کم کار داشتم. نگفته بودم که چله نباید از انگشتش بیرون شوه؟ کاراشویی میکرد از او خاطر ماندش. کم عجله داشت. من مقصر هستم. ها تو مقصر هستی همه قسم هست؟ توی چو ببرم بته حالا برای نشان بتم که چه کسی مقصر هستی. الیف که آمد باز همراهش میفهمم که چی کنم. من برات گفته بودم مادر جان اما با گپ من گوش نکردی. تو اینجا چی میکنی دختر؟ با تو چی ها؟ منظور چیز که با ما چیه؟ نگفته بودم اگه جایی میری یا میایی باید با ما خبر بدی؟ تو بسیار انسان به عقل هستی. من تو را دوست ندارم. منظور چیز که دوستم نداری. تو باید دوستم داشته باشی. ما و تو به زودی زن و شوهر میشیم پس باید مرا دوست داشته باشی ایلی. با من دست نزن. جانم آرام باش. پس شو گفتم. چی میکنی؟ اینجا بیا. پشت اینجا زیاد دقت شدم. در اوایل میگفتم شاید تحمل نتونم اما حالا به اینجا عادت کردیم. مام خوش میشم قماندان صاحب. کاش هیچ از اینجا نرین. کاش که. اما در استانبول یک کار بسیار ضروری دارم. صبر کو استاد کو محترم. برات یک چیزا میگم همراهت گپ میزنم. ایلوین کو. گفتم ایلوین کو. کمک اینجا چی گپ است؟ کمک کنین این پشت ما اعلان نمیکنه. صبر کو یک دقیقه آرام باش. کماندان صاحب فقط با هم مذاق میکردیم. میخواستم قلبش به دست بیارم. اگه ده دانه قلبم داشته باشم ده یکیشم تو جای نمی داشته این باشی. دختر را دموتر بشان. کماندان تو اشتباه میکنی. ما بچه باکرجی هستم. با او دختر دمی روزا نامزاد شدیم. یک چند وقت بعد هم عروسی میکنیم. از قوارت خو معلوم نمیشه که نامزدت باشه. حالا بسیار با آرامی از اینجا گم شو. کماندان تا جایی که من خبر دارم 2 روز بعد از اینجا میری. او دختر خو همراه خود بردن نمیتونی و خود خستن اساس. او نامزادم مسو حتما همراهش عروسی میکنم. ما همراهت کار دارم گودیگک.
روی آدم از زیاد زخمی ساخته بودی. سزاوار جزای بیشتر بود. انشالله خداوند جزایش برش بده. پس چرا همراهش نامزد شدی؟ من خورا نمیخواستم پدرم مرا به او داد. من تحصیل میکنم. یک دکتر میشم. توبه چطور میخوای دکتر شوی خانم محترم؟ یک باری را ببینید. چی است؟ نتیجه امتحانم است. پوهنتون مرکزی استانبول، فاکولته طب. آفرین به تو دختر جان. پدرم خبر نداره. اپات از پدرم امتحان دادیم. اگه میخوای امرای پدرت گپ زده و خانه بسازی. نه خیر هرگز. او وقت بیشتر عصبانی خواهد شد. او امرای چی خواد کرد؟ هیچ. من همینجا پایین میشم. از زنده باشن بسیار تشکر. دکتر خانم، تو 18 ساله شدی اما تو نیست؟ پس هیچ کس به زور کدام کار را سر تحمیل نمیتونه. ما دیگه حال سن قانونی ما پورا کردیم. شما هیچ کار را به زور سرم انجام دادن نمیتونید. ما همراهی و عروسی نمیکنم. میخوایم درس بخونم. چی؟ تو میخوای مرا قاتل بسازی ها؟ کی گوشای تو را پر میکنه؟ این گپا را از کجا میشنوی؟ ما در طب کامیاب شدیم پدر. در طب. گفتی طب؟ تو چی میگی؟ ای چی میگه زن؟ شنیدینی؟ میگه در طب کامیاب شده. ما دکتر میشم پدر. خواهش میکنم مرا با او آدم ندین. بانین که به استانبول برم درس بخونم. چی؟ ما تو را میکشم زنده نمیمونم. بچه زن دکتر میشی ها؟ میکشم زنده نمیمونم. میخوای دکتر شی؟ یک دکتر نشانه بودم. دکتر میشی ها؟ بچه زن دختر راحت باد. زندگی ما تو خود شد ها؟ اینقدر درد و غمیره که ما دیدیم او چی تو خود شد؟ زن خان صاحب موتر لالی را به خاطر چی به ما داد؟ به خاطر که این دختره به بچهش بتم. حال ما به مردم چی بگویم؟ دکتر میشی ها؟ دکتر میشی لودا؟ دکتر میشی؟ پس چی زن؟ پس چی تو برو بریم شو. برو حالا دیگه گم شو. تو بریم شو. برو حالا برو بازم ما تو تنها مانده ها؟ گپ بزن. امرای بچه عروسی میکنی یا نه؟ ها؟ جواب بده. من درس میخونم. چی؟ ما امرایت کار دارم. اینجا بیا. برو. درس میخونی؟ دختره به چشم رو درس میخونی؟ عروسی نمیکنی ها؟ برای یک درسی نشان باتم. از پایتخت انقره خبرهای بسیار مهمی به دست ما رسیدند. بیننده های عزیز، نظر به تصمیم شورای عالی رتبه 76 نفر از قماندانایی که به وظیفه گماشته شده بودند، 73 تن آنها در حال انجام فعالیت‌های غیر قانونی و بعضی فعالیت‌های غیر اخلاقی دیده شدند. در ضمن در میانی افرادی که از وظیفه برکنار شده، اشخاص بلند رتبه هم وجود داشته. بیا. قماندان صاحب، از قریه وادی شیرا زنگ زده بودن. در بین دو خانواده جنگ شده. اونجا همون قریه نیست که او دختره امروز از اونجا گرفتیم؟ چطور؟ همونجاست. موضوع چی هست؟ چرا دخترش علم خدایا تو به ای آدم جال انداختن. حق نداری درس بخون. الماس دروازه را باز کو دروازه را. چی گپ شده؟ باز چرا دیوانه شده؟ خواهش میکنم کمک کنین را میکشه. دیوانه شده، دخترش آدم همه قسم میزنه. با پلیس خبر دادیم ولی خودم یلماز از خدا بچه کنی.
اجازه نمیتونم. باز کن دروازه را باز کن. اولیا چی گپ شده که پدر که خبر از زبونی؟ 100 بار برش گفتم امتحان ندی اما بازم امتحان دادی. گناهی مادرم است. آن که خوب لطش کن. او دختر دکتر میشه کدام گناه انجام نمیده یلماز چرا لطش میکنی؟ نمیمانم. قماندان صاحب خواهش میکنم دختر من نجات بده. قماندان صاحب دروازه را باز نمیکنه. پلیس هستم. دروازه را باز کن. دروازه را باز کن. گفتم باز کنین دروازه را. باز کنین. دروازه را بشکنن. چی شده قماندان صاحب؟ خیریت است؟ پشو طرف برو. الیف دختره. الیف تو خوب هستی؟ الیف دختره. الیف صدای مرا میشنوی؟ الیف دختره. الیف فکر میکنی کار برد میزه چرا دختر بیچاره را قدر لطو کوب کردی؟ جانم آدم نمیتونه با دختر خود کمی تربیت بده. چی شده دیگه؟ والا بلا مردم دروغ میگن. میگه درس میخوانم و دکتر میشم. برات نشان میتونم دکتر شدن یعنی چی؟ برات نشان خود دادم دختر. یلماز تو چی کردی بیادرم؟ چرا این کار کردی؟ با تو چی لعوده؟ با تو چی؟ اگه بخوایم سر درس میخوانم، اگه نخوایم عروسیشو میکنم. پدر دختر با اوضاع ببرین. قماندان صاحب خواهش میکنم کمکش کنین. تشویش نکنین به شفاخانه میبرین. دیگه پس تو خوب میشی الیف. ما خود کدام کاری نکردیم. حرکت کو گاب نزن. قماندان صاحب با گپای ناقی مردم چرا باور میکنین؟ الیف خانم دکتر چشمایت باز کن. آفرین. نه ترس بیبی من همراهت هستم. تیزتر برو. عجله کو. تیزتر برو. هر شب خود زیاد نان میخوردی. امشب چی شده؟ مادر ما باید آخر همی ما عروسی کنیم. یعنی مشکل تو همی بود. ما شما را نامزد کردیم بچیم. او دخترم خو فرار کده نمیتونه. او قسم گپ نیست. خب ما تا نزدیک او رفتن نمیتونم. هر جایی که مرا ببینه از پیشم فرار میکنه. میگه تو را دوست ندارم. توی دختره بیبی از قدیم گفته بودن که خر جای اسب و سنگم جای بالشته گرفته نمیتونه. و ایره بفهم که این دخترم هیچ وقت خانم تو شده نمیتونه. من خو چند بار برد گفتم اما گوش نمیگیری. درست بشی. دست پس که درست بشی. تو بچه خانه هستی. ها همه قصه باید بشینی. سرتا بلند کن. رویت دور بته. این طرف دور بته بچه. می طرف دور بته. خداوند جزای تو را بته توف. خانم در قریه وادی شیرا کدام گدفردی شده به پلیس زنگ دادن. چطور؟ یلماز عروس ما را زده به شفاخانه روان کرده. تو چی میگی؟ ما هم یالو رو از بین میبرم. صبر کارم باش. آشیا روی نکوزو چو بگو. گفتم بگو. او دختر به نظرم در طب کامیاب شده. میگه که عروسی نمیکنم و میخوایم به استانبول درس خواندن برو.
حالیم درد میکنه؟ یا کمه. اگه قسم دورش بتون بازم درد میکنه. درست است آرام باش. فهمیدم. خب مام دکتر میشم. در پنجره تب کامیاب شدیم در پانتون مرکزی استانبول. میفهمم. قبلا برام گفتن. اما به نظرم پدرت نمیخواد که درس بخونی. بیبی تو یک دختر هوشیار معلوم میشی. و تو گزارش لاتو کو با ماده میکنم. اگه شکایت کنی به پدرت جزا میتن. قسم یک کم خود ترسید. نمیفهمم. اما ای کارا کده نمیتونم. یعنی چطور ای کارا کنم؟ او پدرم است. اگه چند دقیقه دیگه پلیس نمیرسید او تو رو از بین میبرد. بیبی تا فردا در شفاخانه میباشی خوب فکر کن. درست است؟ هم مسلکمون نمیخوایم بار دیگه قصه ببینم. اگه تو شکایت کنی یا نکنی پدرت 2 روز در نظارت خانه می باشه. اینقدر وقت به تصمیم گرفتنت کافی است. و ها هر روز ساعت 1 کنیم از اینجا به استانبول میلی بس میره. تقریبا تا 2 ساعت اونجا میرسی. اگه خواستی به اونجا بری باز به من زنگ بزن. دخترم قندم لطفا از این کار منصرف شو. من گفتم که گپ زده او را قانعی میسازیم اما خودت دیدی دیگه کم مونده بود تو را بکشه. اگه میخوای مرا بکشم از بینم ببره. من به دانشگاه میرم. چرا نمیفهمین؟ این بهترین فرصت است برم. میخواین هر روز صبح تا شام در خانه مردم پاکاری کنم؟ نه خیر من اونجا میرم. حالا که قماندان پدر من دستگیر کرده از زندان بیرون نمیشه. بازم پشت خواهد آمد. تو فکر میکنی او ترا قسم میمونه؟ فرض میکنی پشت رها میکنه. دورالی چی خواهد شد؟ او ناحق همراه پدرت قدر کمک نکرده جانم. بهتر است که برن نوکر دهن دروازه خان باشه. ما همراه هیچ کس وعده نکردیم. همراه هیچ کسه. اونجا چی خواهد کردی؟ چی میخوری و چی مینوشی دخترم بابا؟ نمیفهمم مادر. وقتم ندارم که فکر کنم. ساعت 1:30 میلی بس از اینجا تیر میشه. ما باید خدا به میلی بس برسانم. مادر درباره ما تشویش نکنین درست است؟ من یک روزه یک دکتر موفق میشم مادر جان. انشالله دخترم انشالله. داخل بیا. قماندان صاحب این خانم دختر یلماز است. میخواد به پدرش چیزی را بگوید. با او چی میگی؟ بیزو فردا آزاد میشه. نه خیر بسیار مهم است. منتظر بودن نمیتونم. پس با ما بگو. راستش مادرم بسیار مریض است. تنها پدرم میفهمه که دوای او را از کجا بگیرم. میخوایم امیر برش بگویم. فقط 2 دقیقه لطفاً. اجازه بتش که برم اما زیاد وقت نگیر. بسیار تشکر قماندان صاحب. زنده باشین. چی شده دختر؟ چطور تونست اینجا بیایی؟ با یک بهانه داخل آمدم. پدر ایلیف میره. چی میگی هولیا؟ کجا میره؟ چو باش به استانبول به خاطر درس خواندن میره. من دیدم کو بکس خود آماده میکرد. باز از خانه بود برآمدم. قسم میخورم که از بین میبرم. قسم میخورم. حتی مادرمان برش گفته که نرو اما گپش گوش نمیکنه. ما اینجا بند موندیم. از دستم کدام کاری نمیآید. اگه خانم قضیه خبر شوه مرا از بین میبرم. او چی وقت میره؟ چی بفهمم؟ شاید وقت بیرون شده باشه. برو به خانم خان خبر بده. پیش از اینکه بره باید مانع او شود. چطور؟ از سر راو را گرفته به خانه خود ببره. همونجا نکاحشان بسته کنه که این موضوع بسته شود. بگو پدرم همین قسم گفت. بدون کدام جشن و رقص. لوده گپ نزن. با ما چی؟ این مربوط خودشان میشه.
ما دختر خدا برشان دادیم. اونا هر کاری که میکنن بکنن. ای که رقص میکنن یا دول میزنن به ما مربوط نمیشه. حالا برو دیگه. برو. آیلیف یک بار اگه در مقابلم بیایی بدوین حالا زود شوید. حالا عجله کنه. حرکت کن. حالا خان صاحب خاطر تر ما او آدم رو پیدا میکنیم. حالا ریزه بگی تیز برو. حالا دیگه زود باش. ریزه بگی پیچک کو.
دیدمش اونجاست. اونم اونجا سونا اونم هم دیدمش. زود باش. الا سرعت بگی. دید او ما را دید. حالا یک کاری بکن دیگه. بگو که سرعت بگی باید گیرش کنه. شیمکو حالا سرعت بگی. حالا تیز برو. ایلیف ایلیف نه که فکر کردی فرار کردم میتونی. تو چی میکنی؟ ایلیف تو را میگم. ایلیف صبر کن در بغل استادش کن. بیبی اگه گیرت کنم جزایت سنگین تر میشه. ایلیف خودت استاد چو اگنه بد خود شد. حالا سرعت بگی. ایلیف ساچو کجا بری؟ بیا آدم موتر بیا آرام حالا بالا شد. کمک کنه. بالا شد بالا شد. کش نکن خودم. بالا شد موتر بالا شد. بالا شد. خواستم بگی دستش مرا کجا میبره؟ بالا شد. ایلم کنه. مرا کجا میبره؟ حرکت کن. ایلم کنه. بابا دست نزن. از پیش ما فرار کردن نمیتونی. گفتم ایلم کنه. بابا دست نزن. از ما دور باش. ایلا گپ نزن. برای ایلا کن. من به استانبول میرم. بعد از این به اجازه من هیچ جایی رفتن نمیتونی. هر جایی که شوارت باشه تو هم باید همونجا باشی. بیا تاشو بیا. بایسته که پایت موج نخوره. بیا خانم این آوردمش. بله به خانه خود خوش آمدی عروس. ما نمیخواستیم که قسم به خانه بیارم، اما خودت خواستی. ما هیچ چیز نمیخوایم. من نمیخوایم عروسی کنم. این عروسی و جایداد تمامش از شما باشه. با قدر پول برین یک دختر دیگر به دورالی پیدا کنین. چرا میخواین با زندگی ما بازی کنین؟ آی زر گپ نزن. سر مرا به درد میاری دختر. به نظر مخو اولاری، مزرعه، قهوه خانه تمامش ناحق به پدر دادیم. پیش چشم خو هیچ ارزش نداری، اما بچه ما تو را خوش کرده. چی کنم دیگه؟ مجبور هستیم. تو را خوش کرده ما وظیفه ایمانی و وجدانی خود انجام میدیم. تو هم بعد از این باید مطابق رسم و رواج حرکت کنی. اگه فراموش کنی باز ما به یادت میرم. اگه بازم فراموش کنی
بازم خانم. بابا یادت میارم. اگه بار دیگه فراموش کنی بار دیگه با یادت میارم. اگه باز تکرار شد بازم ما با یادت میارم. اما هر بار تو زیاد زجر خود دیدی. شما همراه من چی خواد کردین؟ مرا از بین میبرین؟ خوب است، مرا بکشن که همه ما نجات پیدا کنیم. دخترم ما تو را کشته میتونم ها؟ تو خانم بچی من میشی. مردم های زیاد در نوبت هستن. مادرت، خواهرت، پدرت به تو نوبت نمیرسن. دردانه بفرمایین خانم. به عروس ما یک اتاق مقبول آماده کنیم. با چشم خانم. بیا. خدایا تو منزل او را آسان بگردان. شاید به ایستگاه بس رسیده باشه مادر. خانم میخوای همراه تو گپ بزنه. همراه من چی کار داره؟ وقتی یلماز بیرون شد باز پیشش خاتمه. نه خیر یلمازه نه، خودت خواسته خانم. چرا قسم میبینی جانم او خود رو نمیکشه؟ حالا بیا که یک جای بریم. حالا بیا. قماندان صاحب با شما زنگ آمده. سلام جانم، چطور هستی؟ چی میکنی؟ چی وقت بخیر حرکت میکنی؟ فردا حرکت میکنیم. وقتی رسیدم برات زنگ میزنم. درسته جانم، او وقت میامدی برام زنگ بزن چون مادرم برات بسیار آمادگی گرفته. به آمادگی چی نیاز بود؟ تا برسم شاید خسته شوم. استراحت که کدم با زنگ میزنم. دینیز متوجه هستی 6 ماه میشه که تو را ندیدیم. اگه من برات زنگ نزنم تو زنگ نمیزنی؟ من لحظه شماری میکنم اما تو میگه که نباید قچله کنیم. سنم یه قسم پیش همگینه. ما و تو باید به تنهایی گپ بزنیم. فهمیدی یا نه؟ فهمیدم. یعنی میخوای امرای من به تنهایی ببینی جانم؟ هیچ تشویش نکن. یک رایشه پیدا کرده فرار میکنیم چون بسیار پشت صدق شدیم. تو چطور جانم؟ ما تو حالا یک کار دارم، بعداً برات زنگ بزنم. درست است؟ درست است جانم. البته تو به کارت برس. با امید دیدار. بازم سرد رفتار کرد. مثل همیشه. از روزی که اونجا رفته کاملا رفتارش تغییر کرده. وقتی اینجا آمد باز واضح ازش بپرس. هر چیزی که باشه بدون اینکه کسی خبر شوه این موضوع رو حل میکنیم. تو دختر قماندان قدرت هستی. هر قسمی که باشه من برات اجازه نمیتون پیش کسی کم بیایی. مادر جان هیچ گپ نمونده که ازش بپرسم. او چله را به انگشتش کرد. حالا دیگه رای برگشت نداره. همه ما بسیار خوب میفهمیم. اگر نمیفهمم من میفهممش. دختر مقبولم. چی شد امرای دینیز گپ زدیم؟ همیال قد کردم پدر جان. فردا پس میایه بخیر. از او خاطر هیجانی است. ما بسیار خوش است. بسیار خوب است. خب دخترم درباره نامزدی گپ زدیم؟ ضرور نیست عجله کنیم بان که یک بار اینجا بیایم. دینیز همه چیز به من مونده پدر جان. گفت هر چیزو در باید آمادگی رو بگیریم. حال وام نمیخواد که منتظر باشه.
میگه که نامزدی و عروسی رو باید یک جا تشکیل کنیم. بسیار خوب است. خب پس تو چی نظر داری؟ پدر جان، ما وقت لباس ما انتخاب کردیم. امروزم به خریداری میرم. با امید دیدار. خوش آمدی زیجان جان. خوش آمدی. خیرت از خانم. خیر شر دیگه چه قسم می باشه؟ شما خارامش قریه را گرفتین؟ نه خیر خانم خدیه، ما کار نکردیم. هر کار که کده ویل ماز کده. زد کده و برش گفته که ای چله را دنگشتت کو. دختر ما خو هنوز خورده است. نمیخواه قضو عروسی کنه. خانم زیجان، وقتی که اینقدر مال و جایداد به نام شما کردیم خب بسیار خوب بود. هیچ صدایتان نبرآمد. تمامش خوردین خلاص کردین. حالا میگین که دختر نمیخواه. زیجان عزیز، کاسه صبر ما دیگه لبریز شدم. شنیدیم که تو حمایتش میکنی. به امتحانم تو روانش کردی. شنیدم خبر شدم. به استانبولم تو روانش میکردی. نه خیر خانم، این کی به شما گفته؟ باندگه برو بیارش. مادر دختر صبر کن استاد شو صبر کن. اینجا استادش کن. حال ما کارایی که شما تا به امروز انجام دادین فراموش میکنیم. اگه بعد از این شما کدام کار اشتباه انجام بتین باز حسابی و کارایتان از دخترتان میپرسم. همراه ای پول هر کم بودی که داشته باشی پورا میشه. ما همراه یلماز گپ حل میکنیم. پردان کار بسته میکنیم. خواهش میکنم خانم دختر ما اله کنین. خواهش میکنم مادر لطفا مرا نجات بدین. برین و پیش پلیس شکایت کنین که مرا اختطاف کردن. هرگز کار نکنی اگه مجبور میشی که با این پول به دخترت کفن بگیری. دوستان نزدیک شوین بینتون فاصله نمانن. لطفا مراعات کنین. نمیخوایم کار ما خراب شوه. درست 3 ساعت شوین. چون آرا به هم بچسبانین. قماندان منتظر خبر ما باشین. خوش آمدین قماندان. خوش باشی. علی ملی بسی که از اینجا به استانبول میره در چند ساعت میرسم؟ فکر میکنم در 8 ساعت میرسم. درست است. کدام امر دارین قماندان صاحب؟ نه خیر چیزی نیست. من به دفترم میرم. اگه کدام گپی شد خبر بده. علی
اینجا چی گپ است؟ با دوستا خواستم شما را غافلگیر بسازم. پس شبن دوستا. قدریه خانم دستور دادن که برات غذا بیارم. خواهر خواهش برم کمک تو چی میگی دختر؟ صدقه جواب برو با پلیس بگو که مرا اختطاف کردن خواهر لطفا. چی میکنی دست من کو؟ میخوای قدریه مرا بکشم؟ تو اولاد نداری خواهر، اگه او را قسم بندی کنن راحت میباشی. حالا دختر مرا تا این کارا دخیل نساز. برو غذای تو بخور. دولستان نیا آماده کردین؟ تشویش نکن خاطر تخت برشان خبر دادیم کمین وقت می خیر است تو یک کار کو دیگه. شب ما و دوستان با هم یک جا رقص خواد کردیم. مقصد یادت نره. صحیح یادم نمیره. کجا مگه یادم نره.
بله ها تو هستی خواهر جان، من هستم قدریه. ما برد زنگ زدیم. به خدا هیچ نمیفهمیم که چی کنیم یا کار میکنیم. خداوند کار ما را آسان بسازه. نه خیر نه خیر، عروسی هفته آینده است. فردا فقط نکاح میکنیم. به همه گینانم میتیم. ملا میایه بس. منتظر هستم اولادا را گرفته بیایی. منتظر هستم. با امید دیدار. خداحافظ. میتونم شماره حوزه پلیس قریه وادی شیرانه بگیرم؟ ما دیشب حساب کتاب کردیم. از مزرعه شماره 9 خروار پنبه حاصل گرفتیم. یک باری رام بیبی بچم. او دختر فرار کرد. این صدا از کیست؟ من چی بفهمم مادر؟ خانم او دختر فرار کرد. کمکم کنین. برو یک بار بیبی. لطفاً کمکم کنین. چه گپ خانم؟ من برو یک دفعه ببینم. تو هم زیاد نوقت کردی. حالا زود شو. توبه خدای من. او دختر فرار کرد. او دختر فرار کرد. چند دقیقه صبر کن تا کلیدش پیدا کنم خواهر. چی شده دردانه؟ آخه درالی او ایلی فرار کرد. دختر فرار کرده. ایلی فرار کرده. چی شده؟ دختر فرار کرده. زود باغچه را بیبی. تو هم پیش دروازه ساد باش. اینه کلیدش پیدا کردم. خانم باور کنین ما هم نفهمیدیم که چه قسم فرار کرد. گپ نزن بیا. زود شو جواب بده. زود شو جواب بده. دروازه رو باز کن. زود شو. گفتم باز کن. لطفاً جواب بده. گفتم دروازه رو باز کن که نمیشکنانا. برو کلید دومش بیار. حالا دروازه رو باز کن. جواب بده لطفاً. زود شو. گفتم باز کن. زود شو.
قماندانی پلیس است. بفرمایید، من علی هستم. راستش من الیف هستم. میتونم امرای قماندان دنیز گپ بزنم؟ میبخشین یک دقیقه. بسیار خوب. خاطرات بسیار بسیار دو سال اگه سپری کردیم. قماندان صاحبم بچه بسیار خوب روزا بود. بچه بسیار خوب. خموتوره. قماندان صاحب براتون زنگ آمده. بله. بله. خان صاحب باغچه‌ام دیدم اونجا کس نبود. الیف. بله. 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 نمیفهمم که تو داخل هستی. باز کن. زود شوه. خان صاحب یک دقیقه صبر کن. تو بان با من. بله. بله. اینه بابا بته. بفرمایید. بله. کی زنگ زده بود؟ یک دختر بود به نام الیف قماندان صاحب. چی گفت؟ گفت میخوایم با قماندان دنیز گپ بزنیم. الهیمگاه. اینجا بیا. الهیمگاه. با کی زنگ زدی؟ گفتم با کی زنگ زدی؟ با پلیس زنگ زدم. چند دقیقه بعد پشت من میآید. شما باز خواد دیدین که چی میشه؟ مادر چی کنیم؟ ایراد و مزرعه خود پنهان کنیم؟ همت امر کنین خانم. همراه خود 2 نفر دیگرم بگی. خانه مادر دختره بسوزن. دقیقش نشو. در خانه کی است و کی نیست. شما چی میکنین؟ چی میگین خانم قدریه؟ متوجه نشدی؟ چیزی که گفته بودم عملی میکنم. ما برات نگفته بودم ها؟ گفته بودم که عروس خانه هستی و اگه فراموش کنی باز تو را زجر میدم. گفته بودم که از خانواده شروع میکنم. نگفته بودم؟ گفته بودم. باور کنین ما به کسی زنگ نزدیم. زنگ زدم اما گپ نزدم. قسم میخورم به کسی چیزی نگفتیم. قسم میخورم. خواهش میکنم به خانواده‌ام ضرر نرسانید. اگه میخواین مرا بکشید. بس است. چه باش دیگه. قسمی که دیدی او تهدید ما به جای نبوده. اما حالا خو ای گپ از دهن ما یک بار برآمد یا نه همت؟ برآمد. همت زود شوین خانه را در بته. برین بسوزنین. همت بسم الله الرحمن الرحیم. در این وقت خیریت باشه. ای باشه. زیجان تو ده اینجا چی میکنی اوزن؟
رقیه خواهر بسیار یک مشکل بزرگ برم پیش اومده، فقط تو میتونی امرایم کمک کنی. بیا داخل بیا. تی وقت شب پیش کی آمده؟ چطور شد که بعد از قدر سالا اینجا اومدی؟ لیف از پیشم گرفته. کی گرفت؟ در قریه ما خانم قدریه گست نه؟ خب یول موضوع رو بچه قدریه داده. بسیار خوب شد. دیگه چی میخوایی؟ بچه پول دار است. دخترم نمیخواه. در طب کامیاب شده. میخواه به استانبول رفته دکتر شوه. اونایی دختر نمیمانن. قضیه یول موز دختر مجبور به این کار میسازن. بیبی من بدنهای کار کده نمیتونم. باید تو همراهم کمک کنی جانم. خدا لعنتشان کنه. صدایشان شنیده نمیشه. برو خواهر برو. خداوند روزیت ده دیگه جای بده. تو لیفه پیش من آوردی؟ او موضوع دیگه بسته شد. چند سال شد. بیبی ما رو پرورش دادم. برش نان آب دادم. بزرگش کردم. سرش درس خواندم. ما فقط لیفه به دنیا نآوردیم. دخترم از زندگیش تباه میکنن. بیبی جای کار گردن تو بسته میشه. خانواده‌ش خبر کن. تو دیوانه شدی؟ اگه اونا در قصهش میبودن از ما اول به ما نمیماندن. اون نفر به خاطر دور کردن و دختر به ما پول داده. نفر؟ برو گم شو. سر ما فشار نیار. برو. آخه نمیگم که لیفه پس بگیرن. اگه میشه هیچ خبر نشن بهتر است. اما یلماز از کارش منصرف کنن. تو میخوای ما رو بکشی ها؟ اگه مشکلت پول است برات میتونم. اما دهنت باید بسته کنی. فهمیدی؟ دهنت بسته کن. حالا برو دیگه. اگه من پول میخواستم اون رو به بچه خان میدادم. خواستم من خوشی او است. برو دیگه از اینجا گم شو. باید بگوی اون نفر کی است. اگه با مرمان برات نمیگم. برو سر کارت. مجبور هستی که بگوی اگه نه. ایجا خانم ای کیک و کلچه را چرا آماده کردین؟ ای چی گپ است که میگی فقط که در خانه ای چیزا را هیچ آماده نمیکنیم. اما به خاطر که رنا جان میآید کم خاص آماده کردم. نوش جانتان جانم. از برکت تو مام کیک میخوریم. جانم. اوا جان خوش آمدی. جانم خوش باشی. بیا اینجا بشی که چهره زیبایت ببینم. همه جان مسرت میخوایم. دوستایم برام اجازه نداره. خیر از جانه اما این گپا خو میشه. یک دانم تو چقدر زیاد خریداری کردی؟ مثل که مادرم برتان چیزا نگفتم. به سودی محفل نامزدی است. تاریخش معلوم است؟ هنوز درباره چیزی گپ نزدیم. منتظر داماد هستیم. راستش ما به صبرانه منتظر معرفی شدن با داماد هستم. بسیار یک جوان هوشیار است. ماشاءالله ماشاءالله. سنم امید به تو یک خبر خوش داره. تو خونه است که عروسی میکنین. ببینین اگه پیش از ما عروسی کنین ازتون خفه میشه. زیاد وقت میشه که من به این موضوعات اهمیت نمیدم جانم. امید دوباره به سویتزرلند نمیره. رخصتی تا طولانی تر ساختیم؟ گفتم میتونم که دیگه همراه شما میباشم. راستش به امید از پنتون پیشنهاد معاون مدیریت شده. وام ای پیشنهاد قبول کردم. راست میگین؟ اما جان بسیار خوش شده. جانم بسیار تشکر. در اصل مزید دی باره فکر کردم. خب اما بسیار ما خوش هستم در این اوقات مهم. اقارب ما امرای ماست. رنا تو هم شاید روزنامه را تعقیب کنی. میبینی که چی اتفاقات افتاده. متوجه هستم. ابرای سیاه بالای سر ما با گذشت هر روز زیادتر میشه. نمیفهمم این چی قسم عکس العمل است. فکر میکنیم خلاص شد اما شروع میشه. وضعیت پوهنتون ما خوب نیست. هر طرف بچهای لچک گروه استاد میباشن. تمام پوهنتون احاطه کردن. روز به روزم تعدادشان زیاد شده. تشویش نکن جانم. ما به همین خاطر اینجا هستم. دانه اونا را اسلامی کنیم. رنا فردا یک کانفرانس میتم. اگه تو هم اشتراک کنی زیاد خوش میشم. این قسم با مدیر جدیدم آشنا خود شدی. البته بیا در جان با کمال میل. خانم اینجی یک خانم به نام رقیه زنگ زدم. اگه میخوای در بالا گپ بزن جانم. این قسم راحت تر خود بگی. به اجازه تن.
بیادر رقیه کی است؟ رقیه راستش یکی از اقارب دور خانم بیادرت است. یک زن فقیر سال خورده است. ما بعضی اوقات امرایش کمک میکنیم و از این خاطر برای ما زنگ میزنه. ها خوب است. چی شده؟ چرا زنگ زدی؟ مجبور شدم خانم اینجی. او خانمه که شما دخترتان برش داده بودین او امشب دفتن پیش ما آمد. از سر من فشار آورد که نام شما را برش بگویم. در گردن من قید چیره من مرا تهدید کرد. خب تو برش کدام چیزی گفتی؟ ما راستش مجبور شدم. بسیار عصبانی شده بود. هرچی که برش گفتم گوش نکرد. اما پول از من نخواست. تو چی کردی ها؟ او برم گفت که باید دخترتان را نجات بدین. امکان نداره، هیچ کس نمیفهمه که او زنده است. مادرش هم نمیفهمه که او زنده است. نباید کدام گدودی شه و هر کاری که میکنی او خانم قانع بساز، اگر نه بسیار بد میشه. چی شده؟ موضوع چی است؟ او خانمه که دختر کلان کده از نام نشان ما پرسیده. خب به نظرم از دهنش کدام گپ برآمده. خدا لعنتش کنه. حالا خو هیچ وقتش نیست رنام اینجا اگه او خبر شوه که دخترش زنده است باز. بیادر چی شده؟ چند دقیقه پیش که درباره خانم بیادر در پایین همراهی او خانم گپ میزد خبر شدم که کدام اقارب اموزن وفات کردن. خانم بیادرت هم به خاطر تسلیت دادن به خانهشون میره. بسیار جگرخون شدم. آی زندگی سرتان باشه. زنده باشی جانم. من گفتم که چرا شما قدر ناوقت کردین. چی میکنی ترسانی؟ چرا مرا تعقیب میکنی دختر؟ بخاطر که ببینم شما چی میکنین. قسم گپ نزن. من چی کردم میتونم دختر؟ یک دوستم بود دیدن اون رفته بودم. دیدم از گلونش گرفته بودی. همراش چی کار میکردی؟ موضوعی داده گرفت بود. پول خود ازش میخواستم. ها من باور کردم. ببینم که پدرم باور میکنه یا نه. بیبی اگه چیز برش بگویی باور کن که حق ما برات حلال نمیکنم. هولیا خواهش میکنم با پدرت چیز نگویی. پس برام بگو که درباره چی گپ میزدین. درباره پول بود. به خبر از پدرت پول برم میآید. تو نمیفهمی که همین که پول برش میآید تمامش خلاص میکنه. امروز خانم قدر او پولک برم داد. تو رو بگی بخواد هر قسم لباس که میخوایی بخر دخترم. اما بر پدرت چیز نگویی جانم.
تو پشت سر برو حالا. حالا عجله کو دیگه، حالا عجله کو. باش که جیجی قطان کنم. برو حالا حرکت کو کس نبینه مانا. بابا خدایا خانه آتش گرفتم. بخیز دختر. مادر کجا میری؟ مادر کجا میری؟ هیچ نفهمیدم که کار چطور شد. همین که پیدا شدم تمام خانه آتش گرفتم. لباسای ما رو بینی تمامش سوخته. کشته و زخمی هم داره؟ نه خیر قماندان. آتش سوزی چطور رخ داده؟ نمیفهمم. از شما کسی ندیده که آتش سوزی چطور رخ داد؟ خوب شد که بخیر گذشت. زنده باشی قماندان صاحب. فکر میکنین کسی قصدانی کار کرده؟ نمیفهمم قماندان صاحب. با کدام کسی دشمنی داره؟ نه خیر. چطور نه خیر؟ اون نفر به نام دورالی پشت دخترتونه که گرفته بود. نه که به خاطر دخترتونه کار کرده. از کسی کدام شکایت ندارم. مطمئن هستین؟ مطمئن هستم. یک حادثه بود دیگه. خود به خود رخ داده. همه شکر است که ما خوب هستیم. زنده باشی دخترم.
امروز وقت رنا از خانه بیرون شد با عجله به او رقیه احمق زنگ بزن. خوب بفهم که چی گفته و چی نگفته. اگه این کار ما افشا شود ما تباه میشیم. همچنان با طرف ما بسیار کم وقت مانده. این کار هیچ خوب نمیشه، هیچ خوب نمیشه. خانمی جا، از تو پرسیده بودم که بالای وادما اعتماد کرده میتونی یا حالا نه؟ تمام گناه رو سر من اندازی آقا قدرت. برنا من دروغ گفته بودم. من برش گفته بودم که طفلت مرده. آقا قدرت نمیشه که برنا بگویم که دخترش زنده است ها؟ تو متوجه هستی که چی میگین؟ اگه این گپ از ما بشنوه خوب نمیشه. خوب گوش کو ایجا. ما او روز او دروغه به خاطر خوبی آینده خانواده خود گفتم، فهمیدین؟ حالیم به خاطر پنهان کردن این حقیقت هر قسمه که شده کوشش میکنیم هیچ کس خبر نشه. صبح بخیر جانم، صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. چطور هستی؟ شب راحت خوابیدی؟ بسیار راحت بودم. زیاد خسته بودم، از او خاطر دیر بیدار شدم. از دیشب به این طرف شما کمه به تشویش معلوم میشین. چی شده؟ ما کاملا خوب هستیم. اما تو نیست خانم ایجا، تا را که دیدیم دگام خوب میشیم. تو چای می نوشی؟ البته. دخترم یک چای دگام بیار. کل چیز مزه‌دار معلوم میشه. ابراهیم بیادر میخواستم یک جای زنگ بزنم. خوب شد بخیر گذشت. بسیار یک بلای بزرگ از سرطان تیر شد. انشالله شما را خود چیز نشده. شما خوب هستی؟ خوب هستم. این تلفن برام بده. میشه که خودت بیرون بری؟ چرا؟ به خاطر که میخوایم خصوصی گپ بزنم. بله؟ بله؟ بفرمایین. ما با آقا قدرت زنگ زدیم. شما کی هستی؟ من زیجان هستم. از قریه وادی شیران زنگ زدیم. فهمیدم. اونا خودشان حال در خانه نیستن. هر چیزی میخواین به ما بگویم. درباره یک دختر است. درباره دختر من. رنا جان کی است جانم؟ از قریه وادی شیران یک زن به نام زیجان زنگ زده. بده من امروز گپ میزنم. بله؟ بله. بله خانم شما از ما چی میخواین؟ ما شماره از رقیه گرفتم. گوش کو، ما کسی را نمیشناسیم. رقیه را نمیشناسیم. لطفا ما را راحت بانید. میخواستم مثل انسان مشکل خدا براتون بگویم، از این خاطر زنگ زدیم. با قدرت بگو دختری که پیش من مانده بود همراه مرگ دست پنجه نرم میکنه. اگر کمی هم انسانیت داشته باشین باز آماده او را نجات میدین. شما از ما چی میخواین؟ پول میخواین؟ هر قدر میخواین بگوین که براتون روان کنیم و مشکلتون حل شود. گوش کنین، من از شما هیچ چیزی نمیخوایم. میگم او در حالت سخت قرار داره. شما مجبور هستین فهمیدین او را نجات بدین. بار دیگه زنگ نزنین. ما مجبور نیستیم که این کار انجام بدیم. بله بله بله. باز خود دیدیم که شما مجبور هستین یا نیستین. ده حساب من نوشته کنین. بسیار وقت خوش را اینجا سپری کردم. تمام دوستایم در اینجا بهترین اشخاص بودن. با شما هم کمک خواد کردن. هیچ شکی نداشته باشین. وظیفه تانه براتون تبریک میگم. بسیار تشکر. با شما هم سفر خوش میخوایم. خانه‌ای که دیشب آتش زده بودن پیش از اینکه بیایم اونجا رفته بودم. خانواده الیف شکایت ندارن، اما شاید بابا کرجیا خصومت داشته باشن. در حقیقت میخوایم این رو فراموش نکنیم. تشویش نکنین. تحقیق میکنیم. تشکر. خداحافظتان دوستا. حقتان رو ببخشید. زنده باشین دوستا. مادر شما کجا میرین؟ یک دقیقه استاد شوین. عروسی میرین دیگه. کجا میرین؟ شما حقتان عزیز دادین کجا؟ امروز عروسی خواهرت است.
اوف مادر، شما چی میکنین؟ اون آدم ما رو با آتش زد. کمونده و تردیم باز بین بریم. خوب است، اونا میخواستن ما رو بترسانند. ما هم زیاد ترسیدیم، میریم برشان نظر میکنیم. اما من این جایی نمیرم. بگیره بپوش. من خودم لباس دارم. داری اما بسیار کهنه است. بیرون میرم، باید کمی منظم باشی دختر. میفهمم که تو نمیخوای امرای ما بری. خب بیبی کی آمده؟ مادر؟ حالا دخترم آماده شو که بریم. به خاطر عروسی به خریداری میریم. سلام بیادرا، ما به خاطر خرید عروسی آمده. بیا از این طرف، بیا. اوه قماندان، تو امروز میری؟ بله، امروز حرکت میکنم. میخواستم به خانواده تحفه بگیرم. بگی اگه وقت داشتی باز بیا که چای بنوشیم. درست است، اگه وقت پیدا کردم میام. منتظر هستم. زنده باشین. خانم قدریه. بفرما خانم زیهان، کدام امر داشتی؟ خواهش میکنم، میخواستم برای دختر یک بیرون عروسی بخریم. عروسی خو هفته آینده. اینجا چی گپ شده؟ خیریت از جنرال. چرا قسم به خبر داخل شدی؟ تو میخوایی چی کنی؟ بیان امروز در مقابل او قدر اشخاص یک بیادبی بزرگ بود. من متنی کنفرانس خواندم. اگه این چیزا فردا در روزنامه چاپ شوه، باز عاقبتش میفهمی که چی خواهد شد. تو در این باره فکر کردی که وقت اونا بالای ما غالب شوند باز چی خواهد شد ها؟ پیش از اینکه کدام کار شوه باید تدابیر بگیریم. ما از همین خاطر زحمت میکشم. تمام کوشش های تو بجا است، به خاطر که قسم یک خطر وجود نداره. کسی که خطر نادیده میگیره، ما در حس وطن دوستی اونا شک میبینم. فکر میکنی در بین مردم ما نفاق انداختن وطن دوستی است؟ فراموش نکو، این دولت با مرمی هایی که خواهرها و مادرای ما به سختی به پشت خود انتقال دادن ایجاد شده. و از یان مطمئن باش که جمهوری ترکیه مسئول است که از تک تک افرادی وطن و از تمامیت ارضی خود به خوبی دفاع کنه. داخل بیا. جنرال صاحب با معذرت، خانم ایجا آمده. بگو که داخل بیا. بچه‌شم قماندان صاحب. خانم ایجا. ما تباه شدیم. اینطوری کلان خوشم نمیاد. هیچ مقبولم نیست. او دیگه یک بار بته. او شاید خورد باشه. نه خیر، درست است. هنوز کم آزادم است. اوه، خوش آمدین. خوش باشین. بفرمایین قماندان صاحب. من یگان چیز برای تحفه میخواستم. بفرمایید. چی میخواستین؟ یک دان انگشتر، یک گردنبند و یک دستبند اگه باشه. خانمم، هر چیزی که میخواه ببینه برش نشان بده، باز من میخرم. من فکر میکردم تو در استانبول هستی. نتانست از بچیم دور باشه، از او خاطر دوباره پس آمد. پس میخوای عروسی کنی؟
بله عروسی میکنیم. امروز نکاح میکنیم. هفته آینده هم جشنش هم میگیریم. اگه میخوای باش. نه خیر، من زیاد وقت از اینجا هستم. مسافر باید در سفر باشه. خداوند شما را خوش داشته باشه. خداحافظ قماندان صاحب. خوش آمدین خانم، بفرمایین هم تو بالا بریم. خوش آمدین، بفرمایین بفرمایین، خوش آمدین. خوش آمدین کاکا. خوش باشید. شما هم خوش آمدین. تشکر. سلام، خوش آمدین. خانما یک دقیقه بریم اجازه بدن که همراه دخترم گپ بزنم. مادر، حالا چی کنیم؟ میگین من چطور فرار کنم مادر؟ ما دروازه پشت سر باز کردیم. وقت اونا مصروف بودن باز وقت فرار خواد کردی. در بیرونم برات یک اسب بسته میکنم. دو بالاشو و برو. اونا را چطور مصروف میسازی؟ من یک روش پیدا میکنم. مادر، اونا شما را خواد کشتن. تو درباره من تشویش نکن. کوشش کن متوجه خود باشی. نمیشه مادر، بعد تشویشتان میباشم. اونا شما را آرام نمیمانند. شما هم همراه ما بیایید. نمیشه دخترم. خواهرت چطور خواهد شد، پدرت چطور میشه. تو جگرخونی نکن. این پوله بگی یا مادرت هست که باید اونجا بری. او آدم کی است؟ همراه من کمک خواد کرد. بسیار زیاد امرت کمک خواد کردن. تو هیچ تشویش نکن. حقتان حلال کنین مادر. حلال باشه دخترم. اما تو او وعده را که به من کده بودی عملی بساز. مرا روسیا نسازی. تو به عنوان یک دکتر به این قریه برخواد گشتی. وعده است مادر، وعده است. حالا تا هنوز خلاص نکردید؟ خلاص شد. زود باشه، عجله کنین، اینقدر طول نده. مامورینی که آمده کار بسته میکنه. بیا حالا.
آن خانم قدریه، خدا شما را خیر بده. غذایتان بسیار مزه‌دار بود. آمین. خواهش میکنم کم دیگه بخوره. اول باید نکاره بسته کنیم. اگر روز خانم آماده باشه او را صدا کنین لطفا. درست است، همیالی صداشان میکنم. تو صبر کن، من صداش میکنم. الیف، الیف، گودام آتش گرفته، گودام آتش گرفته، گودام آتش گرفته. آتش سوزی از اون شمین اونجا رو خاموش کنین. کسی از اونجا رو خاموش کنه. اینجا چی نمیبینی خانه پنبه ها سوختن. تمام پنبه ها سوختن. من برباد شدم. الیف نیست، فرار کرده. یعنی چی که فرار کرده؟ تمام خانه رو درست دیدی؟ دیدم، تمام اتاقا رو دیدم اما نبود. همت موزه رو آماده کن. با چشم چیره سرداری بیا که بریم. نه خیر، تو را چی شده؟ ای که او دختر درس میخوانه یا نمیخوانه به تو چی غرض؟ سالاست که زحمت میکشی میخوای یگان چیز برشان یاد بتی، اما اونا نمیفهمن. میگه که درس بخوانین، کوشش کنین، برشان میگه درس بخوانین، اما نه، او پس پیش شوهر خود رفت. نه خیر، باز مثل طفلا پیش دروازه برم توفه مانده رفت. ما با خود میگفتم آفرین به دختر که قدر جرأت کرده به تنهایی استانبول میره درس میخوانه، اما نه خیر، نرفته. عیف است به خدا، بسیار عیف است. از اینها هیچ وقت چیزی جور نمیشه. салом дӯстони азиз. дӯстон, барои пешрафти кори мо обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. الیف، تو چه کردی؟ خوب هستی؟ مرا نجات بده، مرا از اینجا ببر، خواهش میکنم. آرام باش، دور بخو بیبی، هیچ کسی نیست. زیاد درد داری؟ بانک درد کنه، حتی بانک بشکنه. کافیست که از اینجا نجات پیدا کنم. تمامش بازی بود نه؟ البته که بازی بود. یک بار طرفم بیبی معلوم میشه که ما بخوایم امرایش عروسی کنم. نه خیر،
در چهرهت معلوم میشه که فقط میخوای دکتر شوی. تو چی میکنی؟ وادی شیران من میرم، برم خداحافظ بگوید. با دکتر ایلیف خداحافظ بگوید. درختای زیتون، مزرعه های پنبه، خانه آیشه، حقتان حلال کنید. خداحافظ، خداحافظ. خورم بسیار دوست دارم مادر جان. بی دختر تا فرار دادی. یعنی بار پنبره تو آتش زدی نه؟ دخترم خودم فرار دادم. من یعنی بار پنبره آتش زدم. کدام گفتنی داری؟ دخترم دکتر میشه دکتر. او را با شما نمفروشم. خوب است. خوب است. دکتر میشه. شنیدین نه؟ خوب است. اما دکتر خب به مریضم ضرورت داره. ببینم که به درد تو درمان پیدا کردن میتونه یا نه. همت ایره بسته کو. آدم مادر خانم صدقیتان شما مور الا کنین. زن جاهله سیگپاره نمیفهمه. تمامی کارا رو ایلیف انجام داده. لطفا دخترم حساب تمامی کارا رو باید یک شخص خوب بپردازه. کی خود پرداخت؟ ها؟ مرا با دورالی بگیرین. شما خراز میخواستین. خب مرا بگیرین. هولیا چه باش تو چه باش. شما قدر از دست دادین چطور؟ دیگه هیچ گناه من نیست. توبه دنیا چقدر زیبا بوده. مرا از روزگار ماندن. قاتل گفته زندانیم ساختن. هرچند قاتل شدن هم در دست انسان ها نیست. خوب شد بخیر گذشت الماس. من خودم به عروسی می آمدم. تو پدر دختر هستی. بدون پدر دختر خود عروسی نمیشه. خانم گفت که آقای الماس دست گرفته بیارش. خوب از من لباسای خدا تبدیل کرده هم میاریم. خاطر تخت باشه خانم. همه چیز آماده کرده. یک دو کپ بودی که آلی تو را میبره. حالا بالا شو بدو میفهمم بریم بخیر. پدر دختر بودن کار ساده خونه است. خانما یک دقیقه برام اجازه بدن امروی دخترم گپ بزنم. مادر حالا چی کنم؟ میگه چه قسم فرار کنم مادر؟ ما دروازه پشت سرم باز کردیم.
وقت نامصروف بودن بازی وقت فرار خواد کردی. در بیرونم برات اسب بسته میکنم. در او بالا شما برو. اونا را چطور مصروف میسازی؟ و یک روشن پیدا میکنم. مادر، اونا شما را خود کشتن. تو درباره ما تشویش نکن. کوشش کن متوجه خود باشی. نمیشه مادر. ما به تشویش شما میباشم. اونا شما را آرام نمیماند. شما من روی مبین. نمیشه دخترم. خواهرت چطور خواهد شد؟ پدرت چطور میشه؟ تو جگر خونی نکن. این پوله بگی یا مادرست هست که باید اونجا بری. او آدم کی است؟ همراهیم کمک خواهد کرد. بسیار زیاد امروز کمک خواهد کردن. تو هیچ تشویش نکن. حقتان حلال کنیم. حلال باشد دخترم. اما تو وعده را که به ما کرده بودی عملی بساز. مرا روی سیاه نسازی. تو به عنوان یک دکتر به قریه برخود گشتی. وعده است. وعده است. تو پشیمان هستی؟ هرگز نی. خب پس چرا درباره چی فکر میکنی؟ درباره مادرم. به خاطر من زندگی خودم به خطر مواجه ساخت. درباره مادرت تشویش نکن. مادرت یک قسم متوجه خود خواد بود. راستی تو در استانبول چه خواد کردی؟ اونجا کدام جای بر بود و باش داری؟ البته که دارم. مادرم برام یک آدرس داره. باش حالا برات نشان میدم. اینجا ماندمش اما پیداش کردم. اونجا از اقاربتان است؟ یکی از اقارب مادرم است. از آمدنم هم خبر دارد. در استانبول اونا متوجه من میباشند. خب درست است. پدر دختر آوردیم خانم محترم. اوهو یلماس خوش آمدی. چی شده؟ چرا قدر برخطاستی؟ راستش خانم ما فکر میکنم شاید عروسی باشه از او خاطر. عروسی است. عروسی است. نه که تو پدر دختر نیستی. ما پدر عروس آماده میکنیم. بیا اینجا بشینی. خانم تو را میگه بیا بشین اینجا. همت یک دو سه شروع کنن. آفرین آفرین. خوب است خوب است خوب است خوب است خوب است. تو از این طریق نفس خود گرفتی ها؟ بیبی بسیار خوب معلوم میشی. آها بله آقای الماس. خانم همت به یاد داری نه؟ خب ریش او مرحومم همیشه ما تراش میکردم. تر هیچ کسی دیگه تراش نمیکرد. میگفت که همیشه تو باید تراش کنی. بسیار عالی است. یک روز همه قسمه اشتباه کرده بودم. یک حادثه شد. میفهمی من چرا عصبانی شده بودم همت؟ به یاد داری؟ مرا فریب داده بود. فریب داده بود بله. بله فریب داده بود. فریب دادن هیچ خوش من نمیایه یلماس. گپا چرا با من میزنین خانم؟ من چرا شما را فریب بتون؟ پس چرا او دختر
فرار کرد. ایلیف فرار کرده؟ خدا بیخبر نگی یلماس. بیبی آیسته آیسته دستم میلرزیده میره. یلماس دستم میلرزه بیبی. پیش از این کدام اشتباه کنم همه چیزا بگو. میخوایم همه چیزا بر من حقیقت بگی حالا. باز دا جایت بشی یلماس. یلماس یک هفته بعد تاریخ نکاره تعیین کرده. اگه در ظرف یک هفته دختر آوردی خوب، اگه سر میز نکاشاندی خوب، اگه این کارا نکردی باز مجبور میشم که دوباره تو اینجا بیارم و بشانم. درست است. بیا بیشی که رشته رو تراش کنم. بیا بیشی کدام کار نمیکنم. نه خودجو تو چرا گپ نمیفهمی؟ اینجا جای لباس تبدیل کردن نیست. شاید باشه. تو چی میفهمی؟ دم دیگه هم صبر کن، وقت استانبول رسیدیم دیگه لباس میگیریم. چرا عجله داری؟ نمیشه جانم. همراه این لباس عروسی تا استانبول چطور برام؟ توبه لباس داری؟ لباست دامن بلوزم باشه میشه؟ همراه ما بکس و شال چیزاست. اگه میگی برتان نشان بده. ما برات نگفته بودم؟ اوف ما حالی در راه یگان چیز پیدا خود کردیم. الان وقت میشه. موتر رو بردن. خدا لعنتت کنه. تو کی بودی؟ خدا جزای شبته. حالا چی کنیم؟ خدا را شکر که دست کولم پیش مست. اگر این آدرس هم گم میشد کالش گناه خودت است. برم بگو کس کلید موتر در داخلش میمونه. این گناه ما است. تو زد نکردی که میخوای لباس بخری؟ به خاطر تو در اینجا توقف کردیم. یعنی این گناه ما است ها؟ ما چقدر خوب آماده بودم که برم. تو پیش روی ما آمدی. خودت پیش روی من آمدی. تو بودی که من گفتی من استانبول ببر. پس توقف نمیکردی و درایت میره. چی میکردم؟ دلم برات سوخت. راستش تحمل کردن نتونستم. معذرت میخوایم چون ما باعث این کار شده. بعد از این من خودم تنها. اگه میری برو. از خانه که آمدی خود از من نپرسیدی. تا استانبول امروز همین لباس عروسی با تنهایی برو. ما به استانبول میرم. فقط که پیاده رفتنم. استاد کو الیف اینجا بیا. آهسته برو بیا در آهسته. الیف زد نکو. بیا بالا شو. بیبی درست است گناه من است. من کلید فراموش کرده بودم. عصبانی بودم از او خاطر رو قسم گفتم. ناق خدا خسته نست. خودت همه قسم میخواستی. حالا من پیاده میرم که باز بعدن بریم بگویی که خودت دادم این اومدی. دیوانگی نکوی قدر را چطور پیاده میری؟ پیاده میرم. بیبی چقدر خوب پیاده میرم. بوتای تو چی کردی؟ با تو چی؟ الیف بالا شو. مرا عصبانی نساز. الیف تو را میگم بالا شو. گپا گوش کن. گفتم بالا نمیشم. باید بالا شوی. گفتم نمیشم. باید بالا شوی. گفتم نمیشم. کماندان صاحب چی است؟ ناز میکنه ناز. تو گپ او را گوش نکو. درست است. استاد شو. حالا بالا شو. چی میکنی؟ بالا شو گفتم. نمیایم. بالا شو. بالا نمیشم. گفتم بالا شو. گفتم بالا نمیشم. باید بالا شوی. درست است. فرار کردن از خانه آسان است. ببینم که از پیش من چطور فرار میکنی. حرکت کو بدر. حرکت کو.
پلیس کجاست؟ چرا جواب نمیده؟ هیچ زنگ نمیزنه. چند ساعت شده که حرکت کرده؟ بس است دیگه سنم، بس است. چرا چی گپ شده؟ خانم ایجا دینیز او آدم حرکت کرده دیگه. سر او قدر فشار نیار دختر. خانم ایجا چرا با او بیچاره قسم رویه میکنی؟ شما متوجه هستین که بالای ما چه قسم یک بلا آمدنی است؟ متوجه هستم ایجا خانم، متوجه هستم، اما رویه شما چی را تغییر میتن؟ توجه کلگی را به خود جلب میکنن، با خصوص از رعنا را. هر دقیقه از ما میپرسه که چی میکنه نه چی نه. چی کنم دیگه آقا قدرت؟ بسیار میترسم که کسی زنگ نزنه و نگویه و دختر اینجا میآید. بله خانم ایجا بفرمایین. من رقیه هستم. چرا به من زنگ زدی ها؟ برات نگفتم که دیگه زنگ نزن. او دختر به استانبول میآید. تو چی میگی؟ شنیدی او دختر به استانبول میآید؟ از سر میز نکاح فرار کرده. میگن که مادرش امروز کمک کرده. خواستم شما را با خبر بسازم. اما جان با مادرت زنگ آمده بود، من اشتباها جواب دادم جانم. ها تو چی کردی رقیه؟ جان ما را خود تباه کردی. بله تو باید یک کار انجام میدادی و امی بود که درباره ما چیزی نگویی، اما این کارم کردن نتونستی. حالی هم جزای کارایت خود دیدی. ما بسیار یک اشتباه بزرگ انجام دادیم آقا قدرت. از دست شما ای کار کردیم. او اشتباه چی از خانم بیادر؟ من اشتباها تلفن جواب دادم، ناخواسته و گپا رو شنیدم. به نظرم کدام مهمان شما میآید؟ باید داری قبلا هم برات گفته بودم یکی از اقارب خانم ایجا ده اصل باید بگویم اقاربشم گفته نمیشه. از قریه زنگ زده بودن، دختر اونا اینجا میاین، گفتن که متوجه اونا باشه. اما من که شنیدم گفتن و فرار کردن. یعنی به نظر مو خانم همین قسم گفت. یعنی اگر راست بگویم ما از همین خاطر نمیخوایم چون اونا یک خانواده نامنظم است. اونا را درست نمیشناسیم، ما چرا ناحق با خود جنجال جور کنیم؟ اما تو اگه اونا را نمیشناسین باز چطور میتونن قدر جرأت کنن؟ البته یعنی بیبی رعنا جان ضرور نیست که ما درباره قسم انسانای بی ارزش گپ بزنیم. این موضوع را بسته میکنیم دیگه. بیازا با خانم ایجام گفتم، اما تو نیست خانم ایجا؟ خب کدام موضوع دیگه هم است که من نمیفهمم؟ نه خیر آقا قدرت. خوب است. به اجازه تان ما دیگه میرم. امشبم پشت شما میایم. آماده باشین. فعلا خداحافظ. تو میفهمی که بیادرم چرا قبل تشویش است؟ چی گپ شده؟ تو خبرش کدام چیز نگفتی نه؟ هیچ گپی نیست.
خودم امر دیگه داریم جنرال صاحب. مرا همراه مرکز پلیس قریه وادی شیران وصل کن. خانم بیادر. خانم بیادر تو خوب هستی؟ خوب هستم، فقط کمی گنس هستم و بس. نه خیر، قدر عادی معلوم نمیشی. درست میشه تو و بیادرم با تشویش هستین. برم بگو جانم، باور که راحت میشی. کاش برات گفته بتانم. خانم بیادر جان، یه قسم نکو بیبی، تو پیش من زیاد با ارزش هستی. من تو را مثل خواهر خود فکر میکنم. اتخو نیست که تو مرا مثل خواهرت فکر نمیکنی چطور؟ بگو دیگه او دختر کی است؟ این مشکلات شما فقط به خاطر همو هست نه؟ او همه تو یک بهانه است. مده از هل به خاطر گفته های آقا قدرت عصبانی هستم. خانم بیادر، بیبی، اگه او دختر به تو قدر مهم باشه باز هر دوی ما این موضوع رو حل کرده میتونیم. بیادرم از هیچ چیز خبر نخواد شد. من به خوشی هر کاری که از دستم بیایه انجام میدم. نخیر من از کسی کمک نمیخوایم جانم. اگه تو نخوایم ما همراهت کمک میکنم. به هر مشکل همراه ما بودی و کمکم کردی. هر وقت که برای ضرورت داشتیم دست ما گرفتی. و یاد نداری؟ وقتی که طفل خود از دست داده بودم چقدر در یک وضعیت خراب بودم. فکر میکردم زندگیم پیش نمیره، اما از برکت تو سر پا شدم. حالا از او خاطر خواهش میکنم به خاطر پرداختن قرض خود به من یک فرصت بده. دردت برم بگو. من تو را بسیار زیاد دوست دارم، مثل خواهر اصلیم دوستت دارم. یک گیلاس دیگه می نوشید خانم بیادر. نه خیر، زنده باشید. لطفاً شما برای ما موتر آماده کنین که سر ما ناوقت نشه. درست است قماندان صاحب، آماده میکنیم. درباره موترتان هم تشویش نکنین، در هر جایی او را میپالیم. حتما پیداش خواهد کردیم. قسمت هست دیگه، ما کار کردن نمیتونیم. هر چی که خیر باشه. بیا. قماندان صاحب موتر آماده است. در گدام خردترین بوته که داشتیم امی است. اینا هستن؟ خوب است دیگه. از قهر زیاد بوتایت دور انداختی. حالا هم اینا رو بپوش. پوشیدن میتونی یا کمکت کنم؟ نه خیر، زنده باشی، خودم میپوشم. با گذشت زمان عادت خواهد کرد. بالاخره خانمی یک عسکر است. این طفل باید سخت کنی. آقا قدرت شما چی میکنیم در داخل طفل خواب است؟ لطفا این قسم نکنیم. نمیشنویم میگه که طفل به دنیا میاره. طفل و آدم بی غیرت به دنیا میاره. این طفل ماست. او قسم طفل خدا ایش نصیب او هم نکنه. یک جان داره قدرت. بگوین که پدر و طفل کجاست؟ اول به طور پنهانی نکاح کرد، بعد هم ایره به این وضعیت پیش دروازه ماند و رفت.
اما در اصل اشتباهی دختر است. برای مردم چی بگویم؟ من این وضعیت چطور تحمل کنم؟ اگه میخوایی از اینجا میرم. خبر از کلگی طفل خدا کلان میسازم. اگه فردا پس فردا و احمق بشنه و باز چی میشه؟ اگه در مقابل ده و طفل ازت بخواه باز چی میکنی؟ البته که برش نمیکنی. تو نمیتونی مانع او شوی. او پدر ای طفل از پدرش است. به خاطر بدست آوردن طفل خود هر کار را انجام میده. در سن 5 سالگی به او دزدی را یاد میده. در سن 10 سالگی به راههای خراب تشویق میکنی و بعدا او را از راههای انسانیت بیرون میکنی. تو اینا را تحمل کده میتونی؟ اولادت قربانی احمق کده میتونی یا نه؟ بیادرت حق و جان است. زندگی او را تباه خود کردی. به خاطر یک طفل زندگی خود تباه نساز. این کار کردن نمیتونم. اولادم از بین بردن نمیتونم. هر چیزی که میگم باید امور انجام بدی. بیادر تو چی میگی؟ این کار از من نخواهی لطفا. بس طفل ما صرف شدن نمیتونم. رنا تو هنوز هم چیزا را پیشت نگاه کردی؟ چی بفهمم؟ نتونستم اینا رو دور کنم. دستوی زرلندم که بودم نتونستم بازی همراه خود بردم. به نظر من اینا رو دور بنداز. اگه میخوایی که من اینا رو به کسی بدم به درد فقرا خود خورد. خاطرات خودت چطور کنم؟ اونا رو چطور کنم؟ و خاطرات سیاه به کی بدم ها؟ به نظر من دیگه دهی باره فکر نکن. چیزی که میشد خوش شد. تقدیر است دیگه. تو هنوز آماده نشدی جانم؟ ما خو امروز به غذا خوردن بیرون میرفتیم. بیادرت ساعت 7 منتظر ما میباشه. درست است، حالا آماده میشم. درست است. خانم بیادر، اگه زنده میماند ولی یک دختر 19 ساله میشد همونطور نیست. به میلیبس خواد رسیدیم افسر. تشویش نکنیم قماندان سیف. کم را مانده حال خواد رسیدیم. درست است. الیف؟ بله. طرف ما ببین. تو چرا گریه میکنی؟ تو خب باید خوش باشی. ما به استانبول میریم و وقتی در میلیبس بالا شویم کسی ما را پیدا نمیتونه. از اون خاطر گریه نمیکنم. ما به خاطر مادرم جگرخونه هستم. خدا میفهمه آلوده چی حالت است. اگه پدرم بفهمه که به کمک او فرار کردیم باز استخوانش هم اشکنانه. لازم نیست تشویش کنی. به قماندانی که به جای ما آمده کلی چیز گفتم. او از همه چیز خبر است. متوجه مادرت میباشه. تو دیگه حال پیشانیت ترش نگی. حالا اگه جگرخونی هم کنم فایده نداره. بهتر از به وعده که دادیم عمل کنم. کدام وعده؟ به مادرم وعده دادیم که به عنوان یک دکتر دوباره پیشش میایم. فقط همون وقت میتونه دردای خود فراموش کنه. من چک ندارم خانم دکتر. او مادری که مثل تو یک دختر داره بسیار خوش چانس خواد بود، باور کن. آی زن، خدا جزای تبته. با خاطر تو ببیده چی جایی افتیدیم. میگه که دکتر میشه. دکتر بخیز ببین که در بکس مادرت کدام چیزی دیگه هم هست یا نه. زود شو دیگه. پدر کاش که اول مادر ما به شفاخانه میبردی. به شفاخانه میبرمش. باز به پلیس چی بگویم ها؟ با اونا بگویم که اثر است رفتید؟ تو زیاد گپ میزنی. در بکسش کدام چیز دیگه هست یا نه؟ قسم نکن یلماز. پشت دختر رها کن. بانش که درس بخوانه. باز دقم جان و قصاب دقم چربو. بگی تمامش همه قدر است. دیگه اشان بته. پدر چی میگین؟ بته گفتم دهانو بینیتم مشکنانم. حالا مرا فریب میتی هان. زود کو تمامش بته.
طرف ما ببین. مادرت نباید بیرون شود. مردم به هیچ صورت نباید ایره ببینن و از این وضعیتش خبر شون. درست است؟ ما ایلیفا پیدا کردم میایم. نام او پانتون چی بود که او به یقل میخواست بره؟ پانتون مرکزی استانبول. پانتون مرکزی استانبول. یلماز خواهش میکنم قسم نکن. چوب باش. زیاد گپ نزن. دختر تربیه کرد از زن بیشرم. میگه خواهش میکنم نرو. باز خواد دیدی مورش قسم پیدا میکنم. او دختر میخواد دکتر شوه. که مانده بود او زن جنگره به خاطر او گردن ما قطع کنه. ما هم در بین خانمای احمق گیر ماندیم. به خدا توبه چی کار کنم دیگه. یلماز گورل توی هستین؟ بله من هستم. قماندان ما منتظر خانم شماست. اما چرا؟ این یک حادثه بود تیر شد دیگه. دلیلش باز بعداً خاطفا میدن. او رو صدا کن. همینجا منتظر میباشیم. چی شده پدر؟ مادرت بلند کو. زود شو بلند کو. چطور بلندش کنم؟ نمیبینی حالش خرابه؟ ای قسم بخیزانش. بخیز و زن بخیز. پلیس در بیرون منتظر از معلوم بشه کدام چیزی رو شنیدن. طرف ما ببین. کدام دیوانگی نکنی. درباره قدریام هیچ گپ نزنی. فرقت میشکنانم. درست است شد. درست حالا دی. قماندان صدا داخل منتظر شماست. زنده باشین. گوش کو. نام قدریه را نگیری. فهمیده شد؟ داخل بیا. شما ما را خواسته بودین قماندان صاحب. بیا گلم بیا. این خانم چرا با یالت است؟ از اسب پایین افتیده قماندان. چند بار برش گفتم سر اسب سوار نشو اما هیچ گپ ما گوش نکرد. حادثه است شد دیگه. تو بیرون شو. نمیشه مامم اینجا باشم؟ گفتم بیرون شو. تو خوب میشی جانم. تشویش نکن. خوب میشی. دروازه رو بسته کن. قسمه که شوهرم براتان گفت من سر اسب افتیدیم. از هیچ کسی شکایت ندارم. اما دیگه از شما شکایت کردن خانم. چند دقیقه بعد تلفن میکنن. او زنگ برای شماست. نمیفهمم که با کی ضرر رساندیم. اما امروز درست گپ بزنیم. در بعد رقم مشکل افتیدیم. بله؟ او دختر کدام چیز را میفهمه؟ جواب بده. او دختر چیز را میفهمه؟ باور کنین ما با کسی چیز نگفتیم. خوب است. تو زندگی او دختر را نجات دادی. خب تو میخوای که زندگی خودم نجات بدی اما تو نیست؟ ما کدام هدف نداشتم باور کنین. فقط به خاطر دخترمو کار کردم. کاملا راست میگی. دخترت او دختر تو است.
بعد از این باید چوب باشی و متوجه دختر خود باشی. کوشش نکنه که در نزدیک ما بیاین و من را مجبور نسازین کار بکنم که دلم نمیخواه انجام بتون. فهمیده شد یا نه؟ زی جان با این کار احمقانید مرا تبا کرد. بسم الله. این دیگه چی بود؟ باید یاد بگیری که چقدر دهانت بسته نگاه کنی. مادر چرا تا حال بیرون نشده؟ قماندانم خو رفت. من دیگه چی بفهمم؟ چپ. تو خونه است که همه چیز گفته باشه و از ترس نتونم بیرون شوم. تو رو چی شده؟ تو رو چی شده؟ الیف. خانم. مادر. خانم. مادر. چی شده خانم؟ چی شده؟ به هوش بیا. سلام، سفر بخیر استاد. تشکر قماندان صاحب. ما دو مسافر به استانبول داریم. بفرمایید بالا شوند. موتر چوکی خالی است. بفرمایید قماندان صاحب. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. سفر خوش داشته باشید. پیشین ها رسوا شدم. من نتونستم به خود یک لباس درست پیدا کنم. لطفاً کمی چوب باش. همگی طرف ما میبینم. به خاطر که تو لباس پیدا کنی موتر منو تستی کردم. حالا مجبور هستم تا استانبول همه قسم برم. اگه میخوایی پس برو. به از لباس عروسی هنوز نکشیدی. بسر خیلی تو شاید هنوز منتظر باشم. تو در اینجا چی میکنی بچه؟ به نظرتون زیاد بدرنگ هستم؟ این چه قسم سوال است؟ پس الیف چرا مرا قبول نکرد؟ چرا او قبول نکنه بچه؟ دیوانه بود که قبول نکرد.
تمام قریه را تسلط او پدر احمقش دادیم. هر قدر پول خواست ما برش دادیم. بچه مقبول ما دامادش ساختم. باید چی میکردیم؟ اما او خو رفت. بله رفت اما پس میایه. او پدر بی غیرتش رو از مویش کش کده پیش ما خواهد آورد بچه. و تو عذر زاری خواهد کرد. برد میگه که من امرای تو عروسی میکنم. همه قسم به دروازه داخل خواهد آمد. باور کو بچه. خوب وقت باز مرا دوست خواهد داشت. حالی هم گپ دوست داشتنم میزنه. دوست داشتنی چی؟ گوش کن. بچم تو بچه خان هستی. بچه خان باید خوش باشه و دوست داشته باشه. فهمیدی؟ خب بس او چطور؟ او مجبور سمرای تو باشه. شفا باشه. من بازم شما را معاینه خواهد کردم. دکتر صاحب ولی از خدا یک چیزی بگوین. او چی مشکل داره؟ اگه کارش خلاص شده خانه برده میتونمش؟ کجا میبرینش؟ هنوز معایناتش خلاص نشده. او زیاد وضعش خراب است. ایره بگو که بیچاره را کی به این حالت رسانده؟ قسم میخورم من خواهد تو به او دستم نزدیم. چند روز پیش دخترتان به می شکل اینجا آمده بود. بیبی درست است. من وقتی اشتباه کرده بودم اما حال عقلم به سرم آمده. دخترم به دانشگاه روان کردم. بیبی ای هم شاهد است. اما تو نیز دخترم؟ تو را میگم. ها بله. به هر حال او خانم امشب از اینجا هیچ جایی رفتن نمیتونه. فردا که به هوش آمد یک کاری میکنم. شما از اینجا دور نشین. شاید به کدام چیز ضرورت پیدا کنه. بله او به یک چیز ضرورت داره. اون به یک شوب تر جانانه. بس شوین داره باز کنین. اجازه بده. این خود رقیه است. تو با رقیه. این رقیه نیست. رقیه تو را چی شده؟ رقیه چی شده بریم بگو. زبانش بریده شده. توبه 2 روز پیش خوی خانم جور تیار بود. تو چطور میفهمی دختر؟ رقیه را چطور میشناسی؟ گاه بزن دیگه. 2 روز پیش امرای مادرم به خانه او رفته بودیم. امرای مادره؟ ها. به خاطر چی؟ بگو اگه نی فرقت مشکنانم دختر. داده گرفت داشتن میخواستن پول بگیرن. از او خاطر رفتیم. مادره؟ ها. زیجان بامبی من اینجا را بسته کرده. بهتر است که بس بریم. درست است بریم خانم. به نظرم کار آقا قدرت کمی طول کشید. اون آمد. خوش آمدین. معذرت میخوایم بسیار کار مهم داشتم. امیدوارم جدی نبوده باشه. کم جدی بود اما من حلش کردم. خب دیگه حالا سر موضوع شما میاییم. شما امرای خانم رنا گپ زده تانستین؟ آقای رئیس درباره موضوعات جدی پوهنتون برام بعضی چیزا گفتن. این کار کم کم جدی‌تر میشه. البته این کار ما قدر آسان نیست که در یک عمله تمام مشکلات ما حل شود. هنوز بسیار یک راه دراز پیش روی داریم. هنوز در سر راه است. رنا یک امرای بسیار خوب است. تشویش نکنین و ها ما را فراموش نکنین. شما را حمایت خواهد کردیم. و ها به خاطر گپایی که در کنفرانس زدین باید از شما تشکر کنم. بعضی کسایی بودن که دودوله بودن، به خاطر اونام کنفرانس بسیار خوب تمام شد. اگر نشانه بعد زده باشیم بسیار خوب میشه. بیا باشیم. جنرال صاحب بفرمایید. باید بگویم امشب اینا مهمان خاص ما هستن. کدام غذا را آماده کردین؟ امشب غذای خاص ما شامی کباب است. براتون پیشنهاد میکنم. ما اصلا شامی کباب هیچ خوش ندارم. اشتباه نمیکنم نه؟ تو با ما یگان چیز خوب تر بیار تا با خوردنش لذت زندگی را بچشیم، اما تو نیست؟ بعدا اشیای ما خراب نشه. با اجازه تو.
خدای من دیوانه خود شدم. او بچه چرا تلفن خدا جواب نمیده؟ تو خانه است که کدام بلای سرش آمده باشه. خانم شنای قسم گپ نزنین. اگه کدام بلای سرش میاد باز خبر میشدیم. چه بفهمم؟ شاید موبایل خدا گم کرده باشه. اما بازم باید بر ما زنگ میزد. هنوزم دینیز زنگ نزده؟ نه خیر دخترم نه خیر. ما منتظر زنگ او هستیم. آخرین باری که زنگ زدم گفت که حرکت میکنم اما باید میرسید. چی کنیم؟ به کسی خبر بدیم؟ نباید تشویش کنیم. اون خود که طفل نیست، آدم کلانی شده. هر چیزی که باشه باید یک بار صدایش بشنویم. بیا داخل. چی شده؟ کنم چیزی پیدا کنم؟ نه خیر قماندان صاحب، او آدمایی که دستگیر کردیم هیچ چیزو نگرفتن. زیاد وقت میشه که زنگ زدم و جواب نداده. باته که من گپ بزنم. درست است. بله؟ بله؟ شبتان بخیر. من آمر پلیس سلیمان نهاد هستم. میگه سلیمان نهاد هستم. دینیز. پس دینیز کجاست؟ آرام باشین خانم محترم. شما اقاربشان هستین هی؟ دینیز خوب است. دینیز کدام چیز شده؟ تلفنو برام بده. بله. ما جنرال سنجر هستم، پدر دینیز تیمن. جنرال صاحب شما تشویش نکنین. وضعیت بچه‌تان کاملا خوب است. در برشان یک حادثه رخ داده. او مشکلام حل شد. کدام حادثه رخ داده؟ با خانم خود طرف استانبول میرفتن. باز در منطقه مولا موترشان دزدی شده. یک چیز بگو دینیز خوب است؟ خوب است. خب آل او کجاست؟ راستش اونا در موتر استانبول سوار کردیم. تا فردا صبح بخیر اونجا خواد رسیدن. فهمیدم. خب میشه بگویی که چند بجه خواد رسید؟ در کدام موتر است؟ متاسفانه معلومات ندارم اما حالا میپرسم. موتر چی؟ توضیح بده. میشه یک لحظه آرام باشی و تشویش نکنی؟ بله؟ خوب است. تشکر. فهمیدم. تشکر. زنده باشین. شبتان خوش. بلی از خدا. لطفاً یک چیز بگوین آقا سنجر. ببینین موتر دنیز دزدی شده بود اما خدا را شکر پیدا شده. آل او طرف استانبول میایه. وضعیتش هم کاملا خوب است. مطمئن هستین که خوب است؟ بله خوب است. درست است. خدا کنه که سعی و سلامت دوباره بیاید. خیر است که کم وقت کرد. من میفهمیدم که کدام مشکل برش پیش آمده. به هر حال سنم جان بیا که قهوه بنوشیم. اگه سنم حال به خانه خود بره باز خوب میشه. ناوقت شده. فردا باید از نامزد خود پذیرایی کنم و تو نیست باید کمی استراحت کنم. تو را زیادتر از این خسته نمیسازم سنم جان. بیازو فردا در صبحانه باز میبینیم. درست است سنم جان؟ البته بیازو ما در صبحانه منتظر شما میباشیم. شب بخیر. شب بخیر. خب دخترم به خانم ایجام سلام مرا برسان. شما چی کردین آقا سنجر؟ او دختره به زور از خانه ما بیرون کردین. شنایی خانم دنیز امرای یک دختر یک جای اینجا میآید. چی؟ او قماندان همه قسم گفتم رای خانومش یک جای اینجا میآید. باید خدا بگوین که امرای من مذاق تا این میکنین. وقت چرا مذاق کنم؟ گفت که امرای عروس خانم یک جای میآید. نه خیر جانم. مطمئن هستم کدام غلط فهمی شده. دینیز این قسم یک کار انجام داده میتونه؟ آقا سنجری لطفاً یک چیز بگوین. از خیلی وقت پیش میگفتی بین اینا فاصله ایجاد شده. از این حالت چقدر وقت میشه؟ چی بفهمم؟ راستش زیاد وقت میشد که به این دختره زنگ نمیزد. البته سنم از این حالت برم چند بار شکایتم کرد. من برش میگفتم در کارا مصروف از خانه میساختمش.
حال معلوم شد که او چی هم داشت. نخیر جانم، بچه ما این کار کده نمیتونه. اینجا بسیار مقبول است. مثل یک خواب، مثل یک داستان معلوم میشه. زندگی در اینجا مثل او داستانا نیست. به خاطر میگم که متوجه باشی. هیچ کسی را نمیشناسی، بی کس و کوی هستی. در این شهر بزرگ برای زندگی مشکل است. تارام نمیشناختم. درست است، تو نباید سر کسی دیگه باور کنی. در ضمن تو کجا میری؟ او آدرس برام بده. زیاد دور است؟ قدرتکارا با شما چی قرابت داره خانم؟ مادر تو رو چی میشناسه؟ نمیفهمم، راستش هیچ نمیفهمم که قسم یک قرابم داریم. این آدرس مادرم برم داد. بیبی اگه تو رسانده نمیتونیم من خودم میرم، کمی پولم دارم. نخیر به ازومم دمو منطقه میرم. کم سرحال شدین خانم؟ حال چطور هستین؟ کدام درد شدید احساس میکنین؟ نخیر. شوهر و دخترم کجاستن؟ همینجا شاید باشن، حال خاط آمدن. تشویش نکنین. بیارینش آهسته. تو با خدایا. شما این خانم ها میشناسید؟ این رقیه از منطقه ماست. ایره چی شده؟ با خانشم دزد آمده بود. او به وجدان دزدی خدا کرده، بعد از زبانش بریده. شما چی میکنین؟ باید استراحت کنین خانم. لطفا خانم آرام باشید. شما چی میکنین خانم؟ آرام باشید. آرام باشید. لطفا آرام باشید. آرام باشید خانم. آرام باشید خانم. شما چی میکنین خانم؟ آرام باشید. پدر بسرم کن. پدرت کجاست؟ درست کنین. آرام باشید خانم. من خو میرم، اما راستش خانم احمق مرا تو هنوز رخصت نکردن، از خاطر اینجا هستم. اگه چند وقت دیگه هم باشی باز مجبور میشم جسدتونم به شفاخانه بیاریم. پدر بدوین، مادرم. چی شده دختر؟ بازم دیوانه شده، میگه او را میکشه، دیگه چیز نمیگه. تو حتی متوجه مادرتون بوده نمیتونی دختر بیعقل لوده. چرا میزنی؟ برو. او گفت واییام باور کرد. او خانم از ترس عقل خود از دست داده. حالا باید متوجه باشیم که بازی ما افشا نشه. آرام باشید خانم، لطفا آرام باشید. بیار ایلیفا پیش من بیار. ایلیفا بیار. ایلیفا پیش من. گپ خانمت خوشونی دیده؟ ده حالاتم بردیات باید چی کنی؟ اما حاله هم اینجا استاد هستی. برو عروس مرا بیار. خانم و دخترت پیش مهمانت هستن.
شما چی کردین آقا قدرت؟ گفته بودین این موضوع را حل میکنم، ده باره فکر کردین؟ ما حلش کردم، ایش تشویش نکو ایجا. چطور؟ او دیگه مربوط شما نمیشه. دیگه نه زنگ خواد زد و نه پریشان ما خواد ساخت. او موضوع کاملا بسته شد. ایش تشویش نکن. خب و دختر چطور؟ کدام دختر؟ مادر ببینین مقبول شده ماماتا نیست؟ دختر ما در هر وضعیت مقبول است. بیا دخترم، بیا جانم، بیا مقبولم. میبینی دختر مقبول ما؟ نمیفهمم شنایی، منتظر استم دیگه. پرسیدم گفتن موتر وارد استانبول شده. سنم از صبح تا حال برم 3 بار زنگ زده بود جانم. نمیفهمم که برش چی بگویم. خانم چرا هنوز منتظر هستی؟ به خانه اونا برو، منتظرشان نمان. اگه او گپ قماندان حقیقت داشته باشه چی؟ اگه دینیز امرای او دختر بیایه باز او وقت چی میکنی؟ درست است. او رم گرفتم رای سنم معرفی خواد کردیم دیگه. خانم شنایی، پس من اینجا چی میکنم؟ من منتظر هستم. منتظر چی هستم؟ درست است. من حالا میرم دیگه. حالا عجله کو. عجله کو، عجله کو، عجله کو. حالا بیا که بریم، ناوقت شده. بعداً چکر خواد زدی. ها تاکسی اونجا. دنیس پدر این دختر کی است؟ امرای تو چی میکنه؟ پدر آرام باشین لطفاً، براتون میگم. تلفنت یک قماندان جواب داد، گفت که امرای خانومش به استانبول میآید. بارم بگو چطوری به شرمیر انجام دادی؟ تو چوب باش. همراه زی زود موتر بالا شو. من همراه شما هیچ جایی نمیرم. بعد از یام خودم رفتم میتونم. معذرت میخوایم، به تو مشکل ایجاد کردم. الیف صبر کن. دنیس پدر من همراه کسی عروسی نکردیم. این خانم من نیست. این میمان جنرال قدرت است. پیش جنرال قدرت آمده. جنرال قدرت چطور میشناسی؟ مادرم او را میشناسه. آدرس هم امو برم داده. مادرت دیگه کی است؟ من میشناسمش پدر، یکی از خانم‌های قریه است. همراهی او کدام نسبت دارین چطور؟ نمیفهمم. به هر حال وقتی همراه جنرال گپ زدیم باز کل چیزم میفهمیم. صبر کنین، استاد کنین همینجا. چی گپ است؟ همینجا دانشگاهیم است. کدام دختر دیگه نبود که لودی اطرافی اینجا آوردی؟ پدر جان چرا قسم میگین؟ این دختر واقعا میخواد تحصیل کنه، نمیبینین؟ ما یک قسم تصادف باور نمیکنم. ایره بیبی جنرال قدرت همراه دختر هیچ نسبتی نداره. اطرافی است دیگه. باز وقتی که با شار میان راه خود گم میکنن. این قسم نگوین پدر. درست است. حالا او را بیار دیگه. پدر بانو این یک چند دقیقه اینجا بگردم. دینیس هر بلایی که سرت میای از دست همین نیت خوبت است بچم. هیچ وقت گپ ما گوش نمیکنی. بیادر بگو بیادر. او دختره بیبی دقیقاً در وقت کنفرانس مطبوعاتی آمده، ازش مصاحبه ما بگیریم. هفته حال منتظر بودیم، عجله کن. سلام.
شما همینجا درس میخوانین؟ بله، یعنی امسال میخوانم. اما از قریه وادی شیران منطقه آیدن آمدیم، در اونجا آمادگی میخوندم. بعداً در به استانبول کامیاب شدم. چند لحظه پیش معاون رئیس کنفرانس مطبوعاتی گفت که معسلین چادردار در پانتون ثبت نام نمیکنن. چرا؟ شما در این باره چی فکر میکنین؟ چادرتان او طرف خود کردین؟ اینجا چی گپ است؟ خبرنگار هستن. درست است، آرام باش، مداخله نکن، یک دقیقه صبر کن. گفتم مداخله نکن، همینجا بشی. گفتم فیلم نگی، چرا گپ گوش نمیکنی؟ ما گزارش آماده میکنیم. از کی اجازه گرفتی؟ این کست با ما بده. حالا دیگه شما کی هستین آقا؟ معلوم است چی میگی. دور شوین دیگه، شما را میگم. حالا دیگه توم برو در موتر. برو دیگه، برو دیگه. شما را میگم فیلم برداری نکنین. گپا میفهمین یا نه؟ درست است، بس کنین. سرما دیگه چرا قهر شد؟ من چی کردم؟ ایلیف، من میخواستم دمو لباس فروشی برات بگویم. اگه چادرت میکشیدی یه آدما برات مزاحمت نمیکرد. خب چادر ما با اونا چیزا را رسانده میتونه. گفتم کسی دا با ما بته. شما کی هستی؟ بیا. نمیفهمم اینا چی میکنن. ما یکی از منصوبین بلند رتبه دولتی لوی پاسوال سنجر آلبایی هستم. حال بدون جنجالو کسیت بر ما بته. درست است؟ این کست به شما داده نمیتونی. اعتراض نکنین او کسیت بر ما بته. بته برش. کسیت برش بته. دنیس، از عصبانیت دست پای میلرزه. لطفا سر جلو بشی. این میمانه هرچی زودتر باید با جنرال قدرت تسلیمش کنی. البته کنفرانس مطبوعاتی بسیار خوب تیر شد. پیام‌های خود بسیار به شکل آشکار واضح ساختیم. بسیار تشکر. من در ظرف 15 یا 20 دقیقه اونجا میرسم. آقا داماد آمده. سال 1977. ابراهیم خدا لعنتش کنه. همراه چیزی که چشمایی تماس کن. یک چیز بگو ابراهیم، یک چیز بگو خواهش میکنم. چشمایی تماس کن. همراه ما عروسی میکنی؟ عروسی میکنم ابراهیم، عروسی میکنم. دنیز اینجا توقف کو. چادرت بکش. نشنیده صدای من؟ چادرت پس کو. با این شکل تو را داخل نمیمونه، ممنوع است. پس من در پیش دروازه منتظر میباشم. با آقا قدرت بگوین که اینجا بیاید. درست است؟ دختر تو متوجه هستی که چی میگی؟ او جنرال بزرگ پیش تو خود آمد. اما گفتین که مرا قسم داخل اجازه نمیده. اگه چادر را سرت پس کنی باز میموری دختر. وقتی بیرون شدی پس بپوش. نه خیر، نمیشه. پس از موتر پایین شو. پدر باید پایین شود. جنرال قدرت اگه خواسته باشه کسی را پشت او روان میکنه. حالا دیگه پایین شو. حالا دیگه حرکت کو. زچو
گوش کو. او خانومی که پیش دروازه است به خاطر پاککاری اینجا آمده. در پیش دروازه کمی منتظر میشه. امرتان بجای میشه آقا. یک قسم طرف من نبی، حل حرکت کو. برو. با این وضعیت داخل رفتن نمیتونه، فقط من حیث صفاکار میتونه. پیش روی طبیبی. چی میکنی؟ آرام باش، برای دستور میتونم. آرام باش. اونا آمدن. خوش آمدی. خوش باشین. دینی سلام. سلام. خوش باشی. خوش آمدی بچه. خوش باشین مادر. خوب شد که بخیر تیر شد. خبر شدم که محتر دوستی شده. تو خوب هستی؟ خوب هستم. کم مانده بود از تشویش ما رو بکشی. شینایی گپی نیست که به خاطرش تشویش کنی، مثل شیر است. حالا دیگه بیاین داخل. خوش آمدی دینیس. خوش باشین جنرال صاحب. هوای قریت ها را زیبا ساختن. داماد ما بیازو از اول هم مقبول بود. خوش آمدی بچه. خوش باشین خانمیجه. مرا دیگه خانمیجه نگو، مادر بگو. حالا بیاین سر میز غذا بریم. منتظر خانم رناشه نمی باشیم؟ او دراز شاید بیاید. دینیس خسته است، نباید او را بیشتر منتظر بانیم. جنرال صاحب. بله. اول میخواستم امرایتان گپ بزنم. البته سر میز غذا گپ میزنیم. اینجا نه. گپ شخصی است. درست است. پس بیا که با اتاق کارم بریم. خوب میشه. دنیس تو هم بیا. چی گپ شده مادر؟ به نظرم کدام کار مهم داره. شما بفرمایید. چی گپ شده؟ در اصل موضوعی قدر جدی نیست. من هم میخواستم یک گپ پیش کلگی بگویم و شما را جگرخون بسازم. دینیز از جای وظیفه خود به تنهایی پس نامده. همراه خود یک دختر آورده. او دختر در یک قریه تحت تسلط قماندانی اینا زندگی میکرده. یک عذر بسیار مهم داره. او دختر از دنیز کمک خواسته. او هم همراهش کمک کرده تا به استانبول بیاید. اما در راه از یک گپ دیگه با خبر شده که او دختر در اصل پیش شما می آمده. او دختر شما را نمیشناسم. مادرش رو روان کرده. همراه او دختر یک آدرس بود. در او آدرس من نام شما را دیدم. او دختر با تو چی گفت ها؟ امرای او درباره چی گپ زدین؟ هیچ چیزی. او هم چیزی را نمیفهمه. مادرش برش گفته که اونا امرای تو کمک خواد کردن. فقط همه قدر. خب حال کجاست؟ در بیرون است. پیش دروازه منتظر است. او را داخل آورده نتونست. چرا؟ جنرال صاحب، او دختر چادر میپوشه. گفتی چادر پوش است؟ چطور قدر جرأت کردن؟ هرچی که برش گفتم قبول نکرد، ضد کرد، گفت چادر ما پس نمیکنم. با خاطر که اسکرها شک نکنن به اونا گفتم دختر صفاکار است. جنرال صاحب گپ خوبه گفتی. همیال او دختر پیش ما روان. شما زیجان گروله نمیشناسین؟ یعنی همراه او دختر کمک نمیکنین؟ امرای ما کدام رابطه ندارم. او از اقارب خانمیجه است. و هم از اقارب دورشان. زیاد وقت میشه که از ما کمک میخواین.
اما ما در این وضعیت امرای او کمک کردن نمیتونیم. همه یالا اینجا بیایید. نمیخوایم که از دست ما ایره بگیره. ایره شما برشان بدین. بچشم جنرال صاحب. چطور یعنی؟ فقط همقدر پول برش میتین و پس روانش میکنی؟ تو کدام خواهش دگام داشتی چطور؟ بگو چی کنیم؟ او را به خانه خواستم متوجه باشیم؟ او را برش ببریم. امرتان را بجا میکنم. درباره این موضوع با هیچ کس چیزی نگویی. با خاطر کمک کردنم اگه باشد تو نباید تو دختر ببینی. گپ ما فهمیدی؟ نشنیدم. درست است آقا. آفرین. ایره با او دختر پیش دروازه روان کن. بیشتر از اینجا منتظر نباشه. اگه اصرار کرد از اینجا دورش کنه. بچه‌شم جنرال صاحب. هر چی زودتر. آقا سنجر میشه بگوین چی گپ است؟ این چیزی نیست، یک مشکل کوچک بود اما حلش کردیم. بفرمایید. بفرمایید. اینجا چی گپ است؟ این دختر منتظر کیست؟ از شرکت صفاکاری اومده. صفاکاری چی؟ ما پیش جنرال قدرت آمدیم. گفتی پیش کی؟ پیش جنرال قدرت. رانا خانم با معذرت، ایره جنرال قدرت به شما روان کرد. تنها امیر برم روان کرده. اما او از اقارب ماست. مادرم گفت که او در تحصیلم کمکم میکنه. خواهش میکنم یک بار اجازه بتین که من رایشان گپ بزنم. هر کس به قدر آسانی نمیتونه اینجا داخل شود دختر جان. ممنوع است. پس او قماندان دیگر بخواین. دینیزه بخواین. او میفهمه، او مرا میشناسه. با ما امر شده که پول به شما بتیم دیگه کار کردن نمیتونیم. چطور دیگه؟ مرا از اینجا روان میکنه. نمیخواین که بیشتر برام کمک کنند. به نظرشان خیراتخور هستم. بگیرید. ایره دوباره به اونا بتین. من به پول اونا ضرورت ندارم. اما امر کرده که پول به شما بتون. مام امر میکنم که دوباره برش بتین. تو طرف ما بیبی. تو با آقا قدرت چی قرابت داری؟ حالا دیگه هیچ قرابت با اونا ندارم.
شاید رنا باشه. او درا بود. دنیز جان، ای بولانیاره به خاطر خودت آماده کردی. میخوای یکی دیگه هم بتمت؟ نه خیر، تشکر، کافیست. خوش آمدین. خوش باشین. اما جان شما رو معرفی میکنم. ای دنیز است. شما همون دنیزی هستین که دختر پیش دروازه میخواست ببینتان؟ کدام دختر؟ به نظرم از اقارب تو کدام کسی بود؟ به تو کدام چیزی گفت؟ به ما، به تو، به کل ما. این پولم پس روان کرد. راستش معذرت میخوایم ینگه، اما بیادرم حق به جانب بود که نمیخواست همراهی او کمک کنه. و او سن خوردش گپایی زد که باور کرده نمیتونی. سرشان با چادر پوشانده بود. واسه دروازه خانه مام آمده بود، دختر بی تربیت. شما چطور دخترم میشناسین؟ وقت فهمید با بیادرم دیده نمیتونه، بازد کرد که میخوایم با دنیز گپ بزنم. معذرت میخوایم، ما باید برم دیگه. براتان اشتیاق خوب میخوایم. دنیز جان. دنیز جان کجا میری بچه؟ Rüzgarlar dalımdan alsa, savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile dimdik dursa, Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dur.